دشمنان اسلام تازه به وجود نیامدن. دشمنان حقیقت و دین خدا از آغاز پیدایش دین خدا صفارایی داشتن. امروز هم همون صفارایی است، بعد از این هم خواهد بود. این صفبندی همون صفبندی ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. امروز شما در همون صفی قرار دارید که یک روز موسی، یک روز ابراهیم، یک روز پیغمبر، یک روز عمار، یک روز امیرالمؤمنین در اون صف قرار داشتن. اگر صف خودمون رو نشناسیم اشتباه میکنیم، صف دشمن رو نشناسیم اشتباه میکنیم. بنده عرض میکنم امروز هم اون پرچمی که در منطقه آسیا، در مناطق اروپا و آمریکا، در هر نقطه از عالم در مقابل انقلاب ایستاده، همون پرچمه، همون پرچمی است که در مقابل ابراهیم و موسی و عیسی برافراشته شده بود. اونها نابود شدن و موسی و عیسی و ابراهیم زندن. علت زنده بودن آنها هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود اننی معکما اسمع و ارا. نترسید، واهمه نکنید، دچار اشتباه در محاسبه نشید. خدا با شماست. اونی که باور نداره نگاه کنه به این 40 سال. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب، این حرکت ایستادن و ضربه زدن و همه تلاششون رو به کار گرفتن. واقعا همه تلاششون رو هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونها ضعیفتر از روز اولن، ما قوی‌تر از روز اولیم. این نشان دهنده این است که اننی معکما، خدای متعال با ماست، اسمع و ارا. اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. ان تنصروا الله ینصرکم.